سلام. برای درست کردن دلدار چند تا رشته کاموا رو تو سایز دلخواه بردارید و دور چوب لباسی حلقه کنید و با یکی از رشته کاموا قسمت بالا یه گره بزنید و بعد مابقی کامواها یه بافت ستایی ساده بزنید، یا به زیر یا به رو فرق نمیکنه. حالا توی این قسمت چند تا رشته کاموا رنگی رو برمیدارم و از قسمت بالا با استفاده از ابزار شنیور از قسمتی که گره بافت ستایی رو زدم رد میکنم و میکشم تا همه نخها کاملا هم اندازه و یه دست بشه و حدود 2 سانتیشو برمیگردونم به داخل و شروع میکنم نخها رو دورش میپیچم. از رنگ آبی شروع میکنم و دور بافتم میپیچونم و محکمش میکنم تا کارم شل نشه. طوری نخها رو رد میکنم و روی هم دیگه میپیچونم که کاملا زیر کارم کاور داشته باشه و مشخص نشه. به همین ترتیب رنگ نخها رو عوض میکنم، از نخ سفید، سبز و زرد به ترتیب کمک میگیرم و مثل نخ آبی دور بافتم رد میکنم. برای قسمت دیزاین روی دلدابم شما میتونید به سلیقه خودتون 2 تا رنگ رو جدا کنید و قسمت بالا نگه دارید و بعد از یک رنگی که دوست دارید مجدد کمک بگیرید و دور بافتتون به عنوان پایه کارتون بپیچونید. چند سان که این کار رو انجام دادید، اون 2 تا رنگ که از قبل جدا کردید، نخهایی که از قبل جدا کردید روی بافتتون دیزاین کنید به این شکل که نخها رو ببرید پشت کارتون، یه ضربه در بزنید و بعد بیاریدش روی کارتون و دوباره یه ضربه در دیگه بزنید. این کار رو تا قسمتی که بافت رو زدید انجام بدید و بعد بیارید همه کامواها رو دوباره یک اندازه، یعنی همه رو با هم یک رشته کنید و از هر رنگی که دوست داشتید دوباره دور بافتتون بپیچید. شما میتونید مثل من از 3 رنگ هم حتی کمک بگیرید. حالت اسپیرال من میپیچونم و دور بافتم حلقه میکنم و قسمت پایین کارم یه رشته از کاموا رو جدا میکنم برای فیکس کارم و باهاش چند تا گره میزنم و پایین کارم هم یک دست میکنم و با قیچی میپیچونم تا کارم یک دست بشه.